این ساندویچ تنوری که جاش بین 100 تا رسیپی ساندویچی تو پیج خالی بود رو قراره بدون فر و توی تابه درستش کنیم. برای درست کردن سس مایونز، سس کچاپ و سس خردل، مقدار آب خیارشور اگه داشتین، پنیر پیتزا که با سس مقداری مخلوطش میکنیم و بعد بهش چیپس خلالی اضافه میکنیم. اگه چیپس معمولی و ساده هم داشتین هیچ اشکالی نداره، میتونید همون رو خرد کنید و اضافه کنید. حالا یه دونه باگت بردارید، از وسط به دو نیمش کنید. فقط بچه‌ها لازم نیست که خمیرش رو از وسطش در بیارید. مقداری از سسی که درست کردیم رو کف نون میریزید. بعد هم ژامبون دلخواهتون رو وسطش میذارید که دیگه تعدادش دست خودتونه. بعد دوباره ما بقیه سسی که داشتیم رو روی ژامبون ها میریزیم. اسلایس های نازک گوجه رو میچینیم و ساندویچ رو به کمک فویل کاملا فیکس میکنیم و میبندیم. بعد برای اینکه ساندویچمون توی تابه جا بشه از وسط دو نیمش میکنیم روی شعله خیلی ملایم تا پنیرها آب بشه. به همین سادگی بدون نیاز به فر.